امروز در این درس من قاعده کرامر رو برای ماتریس های دو به دو برای مدل های دو به دو یعنی دو مدل و دو معلوم رو نشون میدم. البته که کرامر در این مدل ها کار فرموله نمیشه و خصوصا به بسیار مدل ها مثل سه مدل و سه معلوم در اونجا استفاده کنم مهم آسان تر است در اونجا استفاده میبرن، چون که ما میدانیم که این سه مدل های دو به دو رو ما دیگر رو هم هست برای کار کردن. خب بیاین منطقه شده که فهموندم حرکت میکنم کرامر رو. بیاین اول همین جواب x و y این چه سیستم مدل داریم و بیاین اول با راهی که ما میدونیم با همون کار کنیم. چیکار کرده میتونیم؟ چیکار کرده میتونیم در هر دو مدل مینوس 3y است. من تز کار میکنم با یوری متماتیک صنفی 7-8. هر دو مدل رو اگر جمع کنیم این چی میشود؟ 5x میشود مینوس 3y 3y یکدیگر رو اختصار میکنن، جمعی 0 میشود برابری 10 و از اینجا یعنی 5x برابری 10 می شود و از اینجا x برابری 2 است. بعد y رو برای یافتن یکی از مدل رو استفاده بریم. اگر y برابری 1 می شود. این است جواب ما 2 و 1 برای این سیستم مدل. اکنون کرامر چی میگوید؟ بیاین با حرف ها نویسم همچون قاعده همچون فرمول به شما پیشنهاد میکنم. اگر من همین مدل رو همچون حرف ها نویسم، یعنی اگر سیستم مدل داشته باشین یک جمع x جمع b1 y برابر c1 بگذار باشد و a2 x جمع b2 y برابر c2 باشد. این سیستم مدلی شما باشد. شما برای استفاده بردن کرامر باید اول دیترمینانت همین ماتریسه رو باید نویسین. ماتریسه خودش چی می شود؟ کوفیشنت های x و y این می شود a1 b1 a2 b2. ماتریسه همین دیترمینانت همین ماتریسه رو باید یابین. چطوری که ما میدونیم دیترمینانت چه یافته می شود؟ a1 b1 a2 b2. برای دیترمینانت رو یافتن ما باید a1 و b2 رو باید اول ضرب کنیم. a1 ضربی b2 طرح a2 ضربی b1. این می شود دیترمینانت همین ماتریسه. اکنون برای کرامر رو استفاده بردن، کرامر میگوید که اگر x و y رو یافتن خواهیم، یعنی مقصد کرامر این کارکنی البته این سیستم مدل x و y رو یافتن. x رو چه یافته میتونن؟ دیترمینانت ماتریسه از جهت x تقسیم دیترمینانت که همون ماتریسه است و y دیترمینانت از جهت y تقسیم دیترمینانت ماتریسه. اکنون این dx تقسیم d اینا چی معنا دارن؟ dx شما همین ماتریسه رو میگیرین و جای اینجا که x هست جای کوفیشنت های x نتیجه ها رو میمونید c1 و c2. یعنی ماتریسه dx در اصل این دیترمینانت جای a1 و a2 عوض میمونید c1 و c2 رو میمونه و کوفیشنت های y عوض نمیشن b1 و b2 میمونند. شما این رو باید کار کنید از روی این قاعده. دیترمینانت از جهت y اکنون شما کوفیشنت های y رو با c1 و c2 عوض میکنید از اون x میمونند a1 و a2 c1 و c2. هر دو دیترمینانت رو میابین و در جایشون رو میمونه. خود d چی است؟ دیترمینانت ماتریسه 2 به 2 این با d برابر است. بیاین از روی همین قاعده حساب کنیم. همین با مدل حساب کنیم ما البته جوابش رو یافتیم، لیکن از روی کرامر قاعده کرامر کار میکنیم. چی میشود؟ حل کار در اینجا اگر خط کشم برای حل کار این رو کار کردم. x برابری dx ما چی میشود؟ برای x رو یافتم دیترمینانت x رو یافتم x رو نمیدونم. بیاین دیترمینانتش رو یابیم. ماتریسه ما از جهت ماتریسه اول نویسیم. چی میشود؟ 6 مینوس 3 مینوس 1 و 3. این ماتریسه من است کوفیشنت x و y و من میخوام دیترمینانت رو کار کنم. دیترمینانت 6 مینوس 3 مینوس 1 و 3. چطوری که ما میدونیم ضربی دیاگونالی 6 ضربی 3 این 18 میشود. مینوس 1 ضربی مینوسی در قاعده هم وقت مینوسی ضربی اینها 3 است و این به 15 برابر میشود. این دیترمینانتی ما است. اکنون دیترمینانت از جهت x چیکار میکنیم؟ چطوری گفتیم 6 و مینوس 1 رو با 9 و 1 عوض میکنیم. در اینجا c1 c2 برای ما 9 و 1 است. با این عوض میکنیم 9 1 میبیاد و کوفیشنت y میموند که بود مینوس 3 و 3. بعد
این رو کار میکنیم. دترمینانت این رو 9 و 3 رو ضرب میکنیم 27 طرح از روی قاعده، بعد هر دو این رو ضرب کنیم این 9 مینوس 3 میشود و این برابری 30 میشود. اکنون دترمینانت از جهت y یابیم. کوفیشنت y رو با نتیجه 9 و 1 عوض میکنیم. کوفیشنت x رو میمونیم 6 و مینوس 1 بود. این رو کار میکنیم. این دترمینانت به چی برابر است؟ اول 6 و 1 رو ضرب میکنیم این 6 میشود طرح از روی قاعده، بعد ضرب هر دو اینها مینوس 9 بود. این برابر چند میشود؟ و 15 میشود. اکنون کرامر میگه که اگر شما x و y رو یافتن خواهید از روی این قاعده x برابر دترمینانت از جهت x تقسیم دترمینانت خود ماتریسه. ما از این چی یافتیم؟ دترمینانت x رو 30 یافتیم و جاش میمونیم تقسیم دترمینانتی که ما یافتیم با 15 برابر است. این برابر 2 میشود. چیکار کنیم؟ ببینیم ما در بالا هم x 2 یافتیم، در اینجا هم x 2 است. y باشد y چی میشود؟ باز میخواد دترمینانت از جهت y تقسیم دترمینانت y چی یافتیم؟ ما 15 تقسیم 15 برابر 1 میشود. چرا که ما در بالا با دیگر رو هم کار کردیم همون نتیجه رو یافتیم. این قاعده کرامر برای سیستم مدل‌های 2 به 2. برای با مستحکم کنیم با یک سوال کار کنیم. قاعده کرامر رو استفاده برده کار کنیم. کرامر چی میگوید؟ کوفیشنت x و y رو نویسیم. ما نوشته میتونیم 2 مینوس 1 مینوس 1 و 3 ضرب x و y. ما اینو به ماتریسه میگردونیم، جوابش به 3 و 1 برابر است. یعنی باز یه بار دیگر اینها کوفیشنت های x هم ما در فرمول گفتیم اینها a1 و a2 ها اینها کوفیشنت های y رو اینها بیان اینها باشد نتیجه 3 هستند. قاعده کرامر چی میگویند؟ اول دترمینانت رو یابیم. دترمینانت به 2 مینوس 1 مینوس 1 و 3 برابر است. برای این رو کار کردن 2 و 3 رو ضرب میکنیم این 6 میشود. مینوسی از روی قاعده هر دو اینها رو ضرب میکنیم با 1 برابر میشود. این برابری با 5. اکنون دترمینانت از جهت x یعنی جای کوفیشنت های x من نتیجه ها رو میمونم. نتیجه من چی بود؟ 3 و 1 بود و این به مینوس 1 و 3 برابر است. اینها رو با کار کردن چیکار میکنیم؟ 3 کره 3 9 میشود. طرح هر دو ضرب اینها به مینوس 1 است و این برابر 10 میشود. اکنون دترمینانت از جهت y جای کوفیشنت های y ما نتیجه رو میمونیم چی بود؟ 3 و 1 و x کوفیشنتش میمونند 2 و مینوس 1. اینها رو کار میکنیم. این به چی برابر میشود؟ با ضرب همون 2 ضرب 1 2 میشود طرح مینوس 3 و این برابری 5 میشود. اکنون کار میکنیم. x برابری دترمینانت از جهت x تقسیم دترمینانت این برابر است 10 تقسیم 5 10 تقسیم 5 این برابر 2. y باشد دترمینانت از جهت y تقسیم خود دترمینانت این 5 بود تقسیم 5 و این برابری 1 شد. باز نتیجه ما 2 و 1 است. مدل دیگر رو استفاده بردم که باز نتیجه همون اومد. سنجش گذرانده میتونیم یکی از مدل رو انتخاب کنیم آیا جواب درست میشود یا نه. جای x اگر من 2 مونم سنجش اگر سنجش گذرانیم چی میشود؟ مینوس 2 جمع 3 ضرب 1 آیا این برابر 1 میشود یا نه؟ مینوس 2 جمع 3 برابر 1 درست میشود. یعنی جواب ما درست است.